یک وقت‌های باید خودت رو به بیخیالی بزنی. بیخیالی تمام آدم‌هایی که دوستت ندارن. بیخیالی تمام کارهایی که میخواستی بشود اما نشد. بیخیالی هر کس که امروز وارد زندگیت شد و فردا رفت. بیخیالی تلاش‌های بی‌نتیجه. بیخیالی دوست داشتن‌های بی‌ثمره. وقتی کسی دوستت ندارد اصرار نکن. وقتی کسی برایت وقت ندارد خودت را بذار در برنامه‌هایش جا نده. زندگی همین است. شاید تو برای همه وقت بگذاری ولی قرار نیست که همه دوست داشته باشند و برایت وقت داشته باشند. شاید که بهانه‌هایشان برای فرار تو را قانع نکند. گاهی فقط باید لبخند بزنی و رد شوی. بگذار فکر کنند که نفهمی.